ای بچه ها ببینید امروز چی آوردم. فقط همین اینجا میره تو کور شیطون. آقای مدیر اینا سلاح گرم آوردن مدرسه. آقای مدیر شما هیچی نمیخواید به اینا بگید؟ های همتی اشکال نداره، بچه‌ن دیگه، جوونن بابا، میگذره. اینا هم یه دوره دارن دیگه، ما هم تو همین دوره همینا بودیم دیگه، اشکال نداره. مشکل یا سخت نگیر. هی بچه‌ای که تازه اومدیم به این دبیرستان یه لحظه بیاین اینجا. بده من دارم میام، بده من فقط بنداز وسطشونو. اوکی بس. جمع شی یه لحظه جمع شی یه چی بهتون بگم. آقای مدیر این سال آخری هم دیگه شورشو در آوردن، زدن بچه‌های مردم رو ناقص کردن. همین هفته پیش بود اینا همین کارو کردن. ما 3 تا جانباز دادیم، 2 تا شهید دادیم. یعنی شما میگید ما هیچ کاری با اینا نکنیم؟ آقای همتی شما اینقدر سنگ دل نبودی که عزیز، این چه وضعش آخه؟ من اصلا درک نمی‌کنم این موضوع رو. بابا این بچه‌ها که داری می‌بینی الان سال آخرش جلالی بیا اینجا ببینم پسر. یعنی چی؟ آقا تو موها چرا اینقدر بلنده؟ لباس فرمت کجای شما؟ مگه من دعوا رو شما نگفتم مگه لباس فرم بپوش؟ موها تو کوتاه کن بیا مدرسه. این چه وضعش آقا؟ یه تنه ریدی به مدرسه. آقا همتی بچه رو بره دفتر، پرونده‌شو بذار زیر بغلش، فردا بره آقا. دیگه نمیخوای بیای از فردا. برو به سلامت.